در جبهه غربی خبری نیست. نویسنده اریش ماریا رمارک، مترجم فرهاد بیگری. فصل اول. در حال تجدید قوا در 5 کیلومتری پشت جبهه هستیم. دیروز از حالت آماده باش خارج شدیم و حالا شکمهایمان پر از گوشت و لوبیاست. اینجا در راحتی و آرامش هستیم. هر کس یک ظرف غذای کامل دیگر برای شام دارد و مهمتر این که جیره 2 برابری سوسیس و نان داریم. اینها باعث می شود در شرایط خوبی باشیم. مدت ها بود چنین شانسی نداشتیم. آشپز که موهایی به رنگ هویج دارد به ما اصرار می کند که غذا بخوریم. با ملاقه خود به هر کس که از مقابلش می گذرد اشاره کرده و بهشان غذا می دهد. اما نمی داند چطور قابلمه خورش را قبل از زمان خوردن قهوه خالی کند. جادن و مولر 2 ظرف بزرگ گیر آورده و آنها را برای ذخیره تا لبه پر از غذا کردند. این برای جادن به معنی پرخوری و برای مولر به معنی آینده نگری است. اینکه جادن این همه غذا را کجا جای می دهد برای همه سوال است، چرا که همیشه مثل چنگال لاغر است. مهمتر از همه چیز مسئله جیره 2 برابری سیگار است. 10 سیگار برگ، 20 نخ سیگار و 2 تکه تنباکو برای هر نفر. این مقدار مناسب است. من تنباکوهای خود را با سیگارهای کازینسکی عوض کردم که یعنی در کل 40 نخ سیگار داریم که برای 1 روز کافی است. ما حقی نسبت به این ثروت بادآورده نداریم و این را باید مدیون یک سوء تفاهم باشیم، وگرنه پروسی ها آنقدرها بخشنده نیستند. 14 روز قبل ما مجبور شدیم برویم و خط مقدم را تحویل بگیریم. بخش ما کاملا ساکت بود و برای همین سررشته دار که خود در عقب مانده بود برای یک گروهان کامل 150 نفره درخواست آذوقه کرد و توانست جیره غذایی فراهم کند. اما در روز آخر توپخانه های انگلستان حملات سنگینی به ما کردند که این باعث شد خسارات شدیدی به ما وارد شود و توانستیم تنها با 80 نفر از اعضای گروهان برگردیم. دیشب برگشتیم و توانستیم خواب خوبی داشته باشیم. حق با کازینسکی است که میگوید اگر آدم بتواند خواب خوبی داشته باشد جنگ آنقدرها هم بدک نیست. در خط مقدم تقریبا هیچ خوابی نداشتیم و 14 روز بیخوابی کشیدن اصلاً کم نیست. ظهر که شد اولین سربازها از اتاقک ها خارج شدند. نیم ساعت بعد همگی ظرف غذا به دست در مقابل آشپزخانه ایستاده بودیم و بوی غذای چرب و خوشمزه به مشاممان می رسید. اول صبح آلبرت کراپ گرسنه ایستاده بود که چون از همه متفکرتر بود توانسته بود سرجوخه شود. نفر بعدی مولر بود که هنوز دفترهای مدرسه را هم همراه خود داشت و دائم خواب امتحانات را میدید و حتی در حین بمباران هم زیر لب مسائل فیزیک را با خود زمزمه می کرد. نفر بعدی لیر بود که ریش کاملی گذاشته بود و علاقه زیادی هم به دختران زیبا داشت و نفر 4م خودم بودم، پل بومر. هر 4 نفر 19 ساله بودیم و همگی از یک کلاس داوطلب حضور در جنگ شده بودیم. پشت سر ما دوستانمان قرار داشتند. جادن قفلساز لاغر و همسن ما که از همه پرخورتر بود. قبل از غذا خوردن مثل ملخ لاغر است و بعد از غذا خوردن همچون حشره آبستنی باد می کند. هایوست هاست هم همسن ما و معدنچی است که می تواند به راحتی تکه نان را در مشت خود مخفی کرده و بگوید حدس بزنید چه چیزی درون مشت خود قایم کردم. نفر بعدی دترینگ روستایی است که تمام فکر و ذکرش مزرعه و همسرش است و نفر آخر استانیسلاوس کازینسکی، سردسته 40 ساله زرنگ و حیله‌گر و پوست کلفت ما که چهره‌ای استوار و چشمانی آبی و شانه‌های خمیده دارد و می‌تواند به وضوح بوی شرایط بد و غذای خوب و کار بی درد سر را حس کند.
گروه ما همگی در مقابل آشپزخانه جمع شده بودند و به خاطر بی‌توجهی آشپز کم کم داشت کاسه صبرمان لبریز می‌شد. در نهایت کازینسکی صدایش کرد و گفت: هی آنریش، بهتره در دیگ رو برداری. لوبیاها دیگه کاملا پختن. آشپز با خواب آلودگی سر خود را تکان داد و گفت: همگی باید اینجا جمع بشین. جادن با پوزخندی گفت: ما که همگی اینجاییم. آشپز دوباره با بی‌اعتنایی گفت: شما شاید اینجا باشین، اما بقیه کجان؟ بقیه امروز از تو غذا نمیگیرن، یا الان توی درمونگاه هستن و یا دخلشون اومده. آشپز که دست پاچه شده بود منمن کنان گفت: اما من برای 150 نفر غذا پختم. کراپ ضربه‌ای به پهلویش زد و گفت: پس واسه یه بارم که شده به حد کافی غذا داریم. بجم غذا بکش. ناگهان چیزی به ذهن جادن رسید. چهره موش مانندش درخشان شده و چشمانش تنگ شدند. فک خود را جمع کرد و زیر لب گفت: پسر، پس یعنی نونم به اندازه 150 نفری داری ها؟ آشپز در حالی که مات و مبهوت بود سری تکان داد. جادن آستین آشپز را گرفت و گفت: و سوسیس؟ آشپز مو قرمز دوباره با سر تایید کرد. جادن با هیجان گفت: و تنباکو؟ بله، همه چیز. جادن با خنده گفت: پس یه جشن لوبیایی خفن داریم. به هر نفر صبر کن ببینم. آره، 2 تا جیره میرسه. مو قرمز به خود آمده و گفت: از این خبرها نیست. همگی از هیجان روی پای خود بند نبودیم. کازینسکی با پررویی گفت: چرا از این خبرها نیست کله هویجی؟ نمیشه غذای 150 نفر رو به 80 نفر بدم. مولر قرقر کنان گفت: نشونت میدیم که میشه یا نمیشه. مو قرمز با لجبازی گفت: غذا واسه من مهم نیست، اما فقط میتونم به 80 نفر جیره غذایی بدم. کازینسکی با عصبانیت گفت: میتونی یه بارم که شده بخشنده باشی. تو واسه 80 نفر غذا درست نکردی، واسه گروهان دوم غذا درست کردی. خوبه، پس غذا رو رد کن بیاد، چون ما گروهان دوم هستیم. همگی به آشپز فشار آوردیم. هیچ کس دل خوشی از آشپز نداشت، چون تقصیر او بود که ما اغلب اوقات غذا رو خیلی دیر و سرد تحویل می گرفتیم. به هنگام شلیک توپخانه آشپزخانه خود را نزدیک ما نمی آورد و به همین دلیل باید نسبت به گروهانهای دیگر مسیر بیشتری طی می کردیم. آشپز گروهان اول خیلی آدم بهتری بود، با اینکه مثل یک همستر چاق و چله بود، اما در مواقع لزوم دیگ خود را تا خط مقدم هم جلو می آورد. کاسه صبرمان داشت لبریز می شد و اگر فرمانده گروهان پیدایش نمی شد گرد و خاک به پا می کردیم. از جر و بحث ما مطلع شد و گفت: آره، دیروز تلفات سنگینی داشتیم. نگاهی به دیگ انداخت و گفت: لوبیاها به نظر خوب میان. مو قرمز سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: با گوشت و چربی پخته شدن. صدفان به ما نگاه کرد. میدانست به چه چیزی فکر میکنیم و چون به عنوان سرجوخه وارد این گروهان شده و ترفیع گرفته بود، خیلی چیزهای دیگر هم میدانست. دوباره در دیگ را برداشت و بو کشید. بعد در حالی که میرفت گفت: واسه من یه بشقاب پر غذا بیار. تمام جیره ها رو تقسیم کن. این واسمون کافیه. مو قرمز مثل بز نگاه میکرد و جادن که کنار او در حال رقصیدن بود گفت: از تو که چیزی کم نمیشه. نمیدونم چرا همه فکر میکنن انبار غذایی واسه خودشونه. حالا بجم کارت رو انجام بده و کمتر غر بزن و حواست باشه به کسی هم کم ندی. مو قرمز با عصبانیت گفت: تو رو باید دار زد. وقتی اوضاع از کنترلش خارج می شود کلاً قاطی می کند و نمی تواند درست فکر کند. برای اینکه نشان دهد همه چیز تحت کنترل خودش بوده، به خواست خودش به هر نفر مقداری هم عسل داد. امروز روز خیلی خوبی است. نامه ها رسیدند و هر نفر تقریباً چند نامه و بسته دارد. به سمت علفزار پشت سربازخانه می رویم. کراپ مقداری کره گیاهی هم با خود می آورد. در سمت راست علفزار یک توالت مسقف و با دوام ساخته شده. اما این برای سربازهایی است که هنوز یاد نگرفتند از هر چیزی که سر راهشان قرار می گیرد به چه شکلی استفاده کنند.
ما چیز بهتری می‌خواهیم و تقریباً همه جا جعبه‌هایی جدا از هم وجود دارند که همین کارکرد را داشته باشند. جعبه‌های چوبی مربعی و تمیزی که نشیمنگاه راحتی هم دارند. کنارشان هم جای دست دارد تا آدم بتواند آنها را به راحتی جابجا کند. 3 نفری با هم راه می‌افتیم و به راحتی روی آنها می‌نشینیم و 2 ساعت بعد از جای خود بلند می‌شویم. خوب به یاد دارم که وقتی تازه وارد سربازخانه شده و مجبور بودیم از دستشویی عمومی استفاده کنیم تا چه حد خجالت می‌کشیدیم. هیچ دری وجود نداشت و 20 مرد در کنار هم در یک خط نشسته بودند تا بتوان با یک نگاه تمامشان را زیر نظر داشت، چون سربازها همیشه باید تحت نظر باشند. از آن زمان به بعد یاد گرفته ایم که دیگر در مورد چنین موضوعات بی اهمیتی شرمسار نشویم. اما اینجا و در هوای آزاد انجام این کار برایمان کاملا لذت بخش است. دیگر درک نمی کنم که چرا قبلا باید این کارها را در فضای بسته انجام می دادیم. این اعمال در حقیقت مانند خوردن و نوشیدن طبیعی هستند. شاید اگر تا این اندازه با آنها توجه نمی کردیم، نه تا این حد برایمان تجربه بزرگی می شدند و نه در ذهنمان تازگی داشتند. البته که این برای افراد پیر یک امر کاملا پیش پا افتاده است. یک سرباز نسبت به بقیه افراد روابط دوستانه تری با دل و روده خود دارد. 3/4 واژگانش از این نواحی نشأت گرفتند و رنگ و بوی صمیمی به بیان بالاترین لذت و همچنین عمیق‌ترین خشمش می‌بخشند. غیر ممکن است که یک نفر بتواند خود را از راه دیگری تا این حد واضح و بیرحمانه بیان کند. وقتی که به خانه برمیگردیم، خانواده و معلممان از این اتفاق شوکه خواهند شد، اما این چیزی است که به عنوان زبان جهانی معروف است. تبلیغات اجباری باعث شد که این مسائل دوباره در چشم ما کاملا پاک و بی‌آلایش به نظر بیایند. البته به حدی اهمیت دارند که عملکرد راحت آنها به اندازه کشیدن سیفون لذت بخش است. اختراع لغت شایعه در توالت هم بیخود نبوده. این مکانها بهترین جا برای پخش شایعه هستند. ما در حال حاضر حس می‌کنیم وضعمان حتی از بودن در یک قصر با کاشیکاری سفید هم بهتر است. تنها حسن آنجا بهداشتی بودنش است، اما جایی که ما هستیم بسیار زیباست. به طرز شگفت‌انگیزی اوقات خالی زیادی داریم. بالای سرمان آسمان آبی قرار دارد. در خط افق و زیر نور آفتاب بالون‌های زرد و درخشان و ابرهای سفید و کوچکی دیده می‌شوند که مانع دید ضد هوایی‌ها شده و معمولاً به دنبال حرکت یک هوانورد و دسته دسته به بالا می‌روند. صدای قررش خفه خط مقدم به شکل صدای صاعقه‌ای در دوردست به گوشمان می‌رسد که حتی به زحمت می‌تواند زنبورها را هم به خود جذب کند. در اطرافمان علفزاری پر از گل قرار دارد. علفها همچون نیزه‌هایی برافراشته هستند. پروانه‌های سفید در این اطراف و زیر باد گرم و نرم اواخر تابستان در هوا شناور هستند. مشغول خواندن نامه و روزنامه و سیگار کشیدن هستیم. کلاه‌های خود را در آورده و آنها را در کنار خود قرار می‌دهیم. باد با موهایمان بازی می‌کند، با افکار و کلماتمان نیز بازی می‌کند. 3 جعبه در وسط گل‌های سرخ و درخشان قرار دارد. در کره‌ها را روی زانوی خود قرار می‌دهیم تا میزی مناسب برای بازی با ورق‌هایی داشته باشیم که همراه کراپ هستند. بعد از چند دست بازی کمی چرت می‌زنیم. نمی‌توان تا ابد در این حالت نشست. صدای نوت‌های آکاردئون از سربازخانه به گوش می‌رسد. اغلب کنار کارت‌ها دراز کشیده و به هم نگاه می‌کنیم. یکی از ما میگوید خب بچه‌ها، یا اینکه این بار خیلی نزدیک بود و همگی برای لحظه‌ای ساکت میشویم. حس اجباری درون ما وجود دارد و همگی نسبت به آن حساس هستیم. برای بیانش نیاز به هیچ لغتی نیست. ممکن بود اتفاقی بیفتد که ما نتوانیم امروز اینجا و روی جعبه‌های خود بنشینیم.
خیلی به این اتفاق نزدیک بودیم و برای همین همه چیز از گلهای سرخ و غذای خوب گرفته تا سیگار و نسیم بهاری تازه و با تراوت است. کراب میپرسد هیچ کس تازگی‌ها کمبریج رو ندیده؟ من میگویم توی بیمارستان سنت جوزفه. مولر توضیح میدهد که زخم عمیقی در ران پایش ایجاد شده است. تصمیم میگیریم امروز بعد از ظهر به ملاقاتش برویم. کراب نامه ای را باز کرده و میگوید کانتورک به همتون سلام رسونده. ما میخندیم و مولر سیگار خود را به گوشه‌ای پرتاب کرده و میگوید کاش الان اینجا بود. کانتورک معلم مدرسه ما آدم ریزنقشی بود که همیشه کت خاکستری بلندی بر تن داشت و چهرهش مثل موش بود. هم قد و قواره سرجوخه هیملشتوس بود که به نام مایه وحشت کلوستربرگ معروف است. اینکه بیشتر ناراحتی‌های دنیا توسط آدم‌های قد کوتاه ایجاد می‌شود هم از آن چیزهای عجیب و غریب است. نسبت به افراد درشت هیکل خیلی پر انرژی تر و سازش ناپذیرتر هستند. من همیشه مراقب هستم که از بخش‌هایی که از فرمانده ریزنقشی دارند دور بمانم، چون اغلب بیش از حد سختگیر هستند. کانتورک سر کلاس‌هایش آنقدر برای ما سخنرانی کرد تا همه راضی شدند از او پیروی کنند و داوطلب حضور در جنگ شوند. می توانم چهرهش را مجسم کنم که مثل همیشه از پشت عینکش به ما زل زده و با صدایی رسا می گوید شما به ارتش ملحق نمیشین هم رزما؟ این معلم ها همیشه احساساتشان را درون جیب خود حمل می کنند و هر زمانی که لازم باشد آنها را به دیگران تحویل می دهند. اما ما آن زبان به این چیزها فکر نمی کردیم. البته یکی از ما دچار شک شده بود و نمیخواست به جبهه بیاید. آن هم کسی نبود جز جوزف بهم چاق و خیکی. اما او هم در آخر از ترس طرد شدن تن به حضور در جبهه داد. شاید اکثر ما هم مثل او فکر میکردیم، اما هیچ کس نمیتوانست حرف دلش را بزند، چون آن زمان حتی والدین هم حاضر بودند به راحتی فرزندان خود را بزدل خطاب کنند و هیچ کس نمیدانست که قرار است درگیر چه چیزی بشویم. مردم فقیر و بیچاره از بقیه داناتر بودند. میدانستند که جنگ یعنی بدبختی، اما افراد ثروتمند که میتوانستند واضح‌تر متوجه عواقب جنگ باشند، غرق در خوشی‌های خود بوده و متوجه وخامت اوضاع نبودند. کازینسکی متفکرانه گفت دلیل احمق بودنشان نوع تربیت آنهاست. عجیب این که بهم از اولین افرادی بود که کشته شد. در حین حمله تیر به چشمش خورد و ما هم جسدش را همانجا رها کردیم، چون باید با سرعت عقب نشینی می کردیم. قادر به آوردن جسدش نبودیم. بعد از ظهر بود که ناگهان صدای او را شنیدیم و دیدیم که سینه خیز به سمت ما می آید. بیهوش شده بود، چون نمی توانست جایی را ببیند و درد زیادی داشت. نتوانسته بود خود را مخفی نگه دارد و قبل از اینکه یکی از ما بتواند به او برسد از سوی دشمن تیر خورده و کشته شده بود. قطعا نمی توانستیم کانتورک را مقصر این ماجرا بدانیم. اگر قرار باشد گناه هر کس را به گردن دیگری بیاندازیم، دنیا چه جور جایی خواهد شد؟ هزاران کانتورک وجود داشت که همگی فکر می کردند در حال انجام بهترین کار هستند، آن هم در شرایطی که هیچ هزینه‌ای برای خودشان نداشت، و به همین دلیل اجازه می دهند زندگی ما به گند کشیده شود. برای ما پسران 18 ساله باید معلم و راهنما برای ورود به دنیای مردان و دنیای کار و وظیفه و فرهنگ و پیشرفت و آینده می بودند. اغلب آنها را مسخره می کردیم و در موردشان جوک می گفتیم، اما در اعماق قلب خود به آنها اعتماد داشتیم. مفهوم بالادستی که آنها نماینده‌اش بودند در ذهن ما با دیدی وسیع‌تر و دانشی انسانی مرتبط بود، اما با دیدن اولین مرگ این اعتقاد را از دست دادیم. متوجه شدیم که نسل ما بیشتر از آنها قابل اعتماد است. آنها فقط در جمله پردازی و زیرکی از ما سرتر بودند. با اولین بمباران متوجه اشتباه خود شدیم و زیر این بمباران دنیایی که به ما آموزش داده بودند تکه پاره و نابود شد.
در حالی که آنها به نوشتن و حرف زدن ادامه میدادند، ما شاهد زخمی شدن و مرگ دیگران بودیم. وقتی این را یاد میدادند که انجام وظیفه نسبت به کشور از بزرگترین کارهاست، ما فهمیده بودیم که وحشت از مرگ از هر چیزی قوی تر است. با این وجود نه تمرد کردیم، نه فرار کردیم و نه ترسیدیم. کلماتی که گفتنشان برای آنها خیلی راحت بود. ما هم به اندازه آنها عاشق کشورمان بودیم. با شجاعت وارد میدان شدیم، اما حتی ما هم توانستیم درست را از غلط تشخیص دهیم. این چیزی بود که دیدنش را به ناگاه آموختیم و شاهد این بودیم که چیزی از دنیای آنها باقی نمانده و به طرز وحشتناکی تنها بودیم و باید به تنهایی مسیر خود را ادامه میدادیم. قبل از رفتن به عیادت کمبریج، وسایلی را که هنگام برگشت به آنها نیاز داشت برایش جمع می‌کنیم. در درمانگاه محشری برپاست. مثل همیشه بوی فنول و چرک و کثافت و عرق به مشام میرسد. در سربازخانه هم بوهای ناجوری وجود دارد، اما این یکی حال آدم را به هم میزند. دنبال کمبریج میگردیم و میبینیم که در اتاق بزرگی دراز کشیده و با دیدن ما به زحمت از خود شادی و هیجان نشان میدهد. بعداً معلوم میشود که وقتی بیهوش بوده یک نفر ساعتش را دزدیده است. مولر سر خود را به نشانه تأسف تکان داده و میگوید همیشه بهت میگفتم آدم نباید ساعت به اون خوبی را همراه خودش داشته باشه. مولر خیلی خنگ و نفهم است، وگرنه جلوی زبانش را میگرفت، چون کاملا مشخص است که کمبریج دیگر نمیتواند از این اتاق خارج شود. پیدا کردن یا نکردن ساعتش هم هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند و نهایتاً میتوان آن را برای خانواده اش فرستاد. کراب میپرسد اوضاع چطور فرانس؟ کمبریج سرش را پایین انداخته و میگوید بدک نیست، اما پام بد جوری درد میکنه. به رو تختیش نگاه میکنیم. پایش زیر یک سبد سیمی قرار دارد و رو تختی را مثل گنبد روی آن کشیدند. ضربه‌ای به پای مولر میزنم تا به کمبریج نگوید که پرستارها گفتند پایش را از دست داده. پایش قطع شده و صورتش هم زرد و رنگ پریده است. ناخن‌ها به خود میپیچند و همینطور رشد میکنند و مثل علف در خاکی خوب در حالی به رشد خود ادامه میدهند که جسد در حال پوسیدن است. این چطور ممکن است؟ مولر به جلو خم شده و میگوید وسایلتو آوردیم فرانس. کمبریج با دست اشاره کرده و میگوید بذارشون زیر تخت. مولر اطاعت میکند. کمبریج دوباره حرف ساعت را پیش میکشد. چطور ممکن است بتوان او را بدون اینکه مشکوک شود آرام کرد؟ مولر با یک جفت چکمه خلبانی باز میگردد. چکمه های انگلیسی نرم و از چرمی زرد رنگ هستند که تا زانو میرسند. اصل جنس هستند. مولر از تماشای چکمه ها ذوق‌مرگ شده و آنها رو جفت چکمه های کهنه خود قرار داده و میگوید میخوای اینا رو هم با خودت ببری فرانس؟ هر سه همین فکر را میکنیم که حتی اگر حالش بهتر شود فقط میتواند از یک لنگ چکمه استفاده کند. اما با توجه به شرایط کنونی حیف است که اینجا بمانند، چون قطعاً پس از مرگ کمبریج پرستارها آنها را برای خود برمی‌دارند. مولر دوباره میگوید به ما نمیدیشون؟ کمبریج تمایلی به این کار ندارد، چون آنها دارایی‌های با ارزشش هستند. مولر دوباره پیشنهاد میدهد میتونیم عوضشون کنیم، آخه اینا اینجا خیلی به درد آدم میخورن. کمبریج هنوز هم تمایلی ندارد. ضربه‌ای به پای مولر میزنم و اون هم با بیمیلی چکمه ها را دوباره زیر تخت میگذارد. بعد از مدت کوتاهی از پیش کمبریج میرویم. شاد باشی فرانس. به او قول میدهم که صبح برمیگردم. مولر هم همینطور، چون فکرش پیش چکمه ها مانده و میخواهد به موقع برایشان حاضر باشد. کمبریج ناله‌ای میکند. تبش بالا رفته است. پرستاری را از بیرون خبر کرده و میخواهیم دوز مورفین کمبریج را برایش تزریق کند. پرستار قبول نمی کند. اگه قرار بود به همه مورفین بدیم که اون وقت باید یه عالمه. کراب با عصبانیت میگوید فقط بلدیم به افسرها درست و حسابی رسیدگی کنیم.
فوراً دخالت میکنم و سیگاری به او تعارف میکنم و پرستار هم سیگار را ازم میگیرد. میپرسم یعنی معمولاً اجازه داریم به هر کسی که میخوایم مورفین بدین؟ با اوقات تلخی میگوید اگه اینطور فکر نمی کنی پس اصلا چرا میپرسی؟ چند سیگار دیگر داخل دستش قرار میدهم. این لطفو به ما بکن. پرستار میگوید باشه. کراب به او اعتماد ندارد و محض اطمینان همراهش میرود. ما بیرون منتظر میمانیم. مولر دوباره بحث چکمه ها را پیش میکشد. کاملا اندازم میشن. پاهم توی این چکمه های قدیمی همش تاول میزنه. به نظرتون تا فردا آخر وقت زنده میمونه؟ اگه شب بیفته بمیره ما میدونیم چکمه ها کجا. کراب برمیگردد و میپرسد فکر میکنین؟ مولر با اطمینان میگوید کارش تمومه. به سربازخانه برمیگردیم. به نامه‌ای فکر میکنم که باید فردا برای مادر کمبریج بنویسم. خشکم میزند. الان کمی نوشیدنی به کارم میآید. مولر مقداری علف کنده و شروع به جویدن آنها میکند. ناگهان کراب ریزنقش سیگارش را روی زمین انداخته و با پایش روی آن میکوبد و با چهره‌ای در هم شکسته و مبهوت به اطراف نگاه میکند. بریده بریده میگوید لعنت بهش، لعنت بهش. برای مدتی طولانی قدم میزنیم. کراب هم آرام شده است. درک میکنیم که او قاطی کرده بود. این بیرون این اتفاق هر از گاهی برای همه پیش میآید. مولر از او میپرسد کانتورک برای چی نوشته؟ او میخندد. ما همگی جوانان آهنین هستیم. هر سه به تلخی میخندیم. کراب با خشم غر میزند اما خوشحال است که حداقل میتواند حرف بزند. بله، کانتورک ها در مورد این صدها هزار جوان چنین طرز فکری دارند. جوانان آهنین. هیچ کدام از ما بیشتر از 20 سال نداریم. اما آیا جوان هستیم؟ جوانی ما مربوط به مدت‌ها قبل بود. حالا همگی پیر شدیم.